به نام خدا، تاین صدقی هستم. با ادامه سلسله از ویدیوهای ما امروز قصد داریم که یک مرحله کوتاه و پرکاربرد قسمت فن شارپینگ داشته باشیم. فن شارپینگ باید بدانیم که چی هست و چی دستور است و چه کاربردهای در قسمت مطالعات عوارضهای زمینی رو داشته باشیم. محاسبه‌ای که ما با تلفیق داده ها باید دقت کنیم که باید قبل از تصحیح فن شارپینگ باید تصحیحات رادیومتریکی ما کار شده باشه. همچنان تصحیحات اتمسفری که ما در ویدیوهای قبل هم چی کردیم کار کردیم و مرحله به مرحله پیش بردیم که قبل از فن شارپینگ باید دو مرحله یعنی تصحیحات صورت بگیره، یکی رادیومتریکی، دوم تصحیحات اتمسفری. و فن به معنی بالا بردن کیفیت تصویر است، یعنی باندی که بس 30 متر است او را با ارتقا میدیم با 15 متر که به نام شارپینگ یا فن شارپینگ فن هم گفته میتونید یا فن شارپینگ هم میتونید، یعنی به معنی بهبود کیفیت تصویر است. و کاربردهای او در چی هست؟ کاربردهایی که فن شارپینگ تهیه نقشه های دقیق است، شناسایی جاده ها و ساختمان ها و همچنان مناطق شهری است. این عارضه ها را میکنیم تفکیک که خوبتر انجام میدیم. و مطالعات زمین شناسی، حتی اکتشاف معادن هم رول اساسی را این دستور داره است. و تهیه تصاویر با کیفیت برای گزارش و چاپ زیاد اهمیت داره. خب ما این دستورات بالای تصاویر ماهواره لنست 8 میکنیم کار میکنیم. خب میریم به قسمت دستور را سرچ میکنیم به نام اسپیر فن شارپینگ. سرچ کردیم و براش کلیک میکنیم تا پنجره که باز میشه و با درخواست هایی که از ما داره رو چی میکنیم معرفی میکنیم. در قسمت اینپوت فایل ما از ما خواسته که کدام تصویر کیفیت تصویر بالای او اعمال شد. میگیم در قسمت تصویر پانکرامتریک چه شود؟ پانکرامتریک در اینجا گزارش داده شده که در قسمت پیکسلش چند است؟ 15 متر است. هر پیکسل 15 در 15 است. 15 در 15 است، یعنی 15 متر و عرض و طولش هم 15 متر. این از 30 متر تصاویر ما با 15 متر میشه ترتیب میشه. خب را اوکی میکنیم پیش. خب در قسمت select layout resolution فایل کدام فایل برای کدام فایلی که تصحیحاتی که اتمسفری تصحیحاتی که بالاش اعمال کردی را که داشتی را که بالاش اعمال میگیم که کیو که اتمسفری که آخر مرحله ماست باش چه کار انتخاب که یعنی ببینید آخر مرحله ما چی است؟ پیکسل است، تصاویرشان 30 متر است. با 30 متر 15 متر تفاوت زیاد داره نه؟ خب این تصاویر ما که اتمسفری ما دارای چند است؟ دارای 7 باند است. با 7 باند پانکرامتریک با 7 چیز بدون تغییر. و در این قسمت برای ما میگه که کدام باندها نزدیک است با باند میتونی، اما برای ما در سیستم چی گرین رو انتخاب کرده. باند گرین برای انتخاب ما دیگه چی میکنیم؟ بالاش دستکاری نمیکنیم، فقط همین گرین یا همون سیستم که انتخاب کرده را چی میگیم؟ اوکی. همین باند گرین برام چی شده؟ انتخاب کرده، سیستم برای انتخاب کرده. خب مرحله پیش میبریم. در این قسمت select output فایل ما مرحله ذخیره چی است؟ میگیم که فن
یک انتخاب کن. انتخاب شد و در نیکس را میزنیم پیش میریم. در اینجا برای ما 3 گزینه را انتخاب کرد. اگر ما دارای دو سنجنده و دو صندلی متفاوت داشته باشیم از این مرحله استفاده می‌کنیم که نه از ما یک مرحله است برای چه انتخاب کنیم. خب انتخاب کردیم چون که اینا خودشون هر کدوم یک مرحله و یک تشریعات و یک کاربردها را دارا است. ما من بالا و قدر نمی‌پردازیم، فقط مرحله که نیاز هست را پیش می‌بریم. خب و ما کیفیت ها و تصاویری که در ظاهر کرده را پیش نمایش دادن. میگیم خب فعلا اینا نیاز نداریم، مرحله را پیش میبریم. خب یک چیزی باید بگوییم که در قسمت شارفنگ درجه چند گزینه را چیز داره، مرحله را در وجود داره. هر مرحله یک کیفیت تصویر به ما چی میکنه؟ نمایش میده. اما بهترین کیفیت نمایش ما چی است؟ ای است. خب چون که سیستم میره انتخاب کرده دیگه بود تذکری نمیکنه. خب ما میریم اما گریم اشمیت انتخاب میکنیم، بالاش اعمال شود دستور. خب منتظر میباشیم که تا دستور ما برای تصاویر اعمال شود. خب دستور بالاش اعمال شده، رسیدیم به مرحله بند. بعد در اینجا چند باند برای انتخاب کردن. باند ها رو میبینیم که 7 باند، اما 7 باندی که ما داشتیم. حالا اندکس یا میکرومتری که هر باند هست که کیفیتشون بالاتر است، نزدیک به 15 متر هست رو چی میکن؟ برای ما میخوام میریم در قسمت کمپوت اندکس کلیک میکنیم تا عدد یا مایکرومترهایی که برای ما اعمال بکنه که نزدیکترین باند هایی که برای کیفیت تصاویر ما داشته باشه انتخاب میکنیم. خب از 0.8442 الا باند 7 میبینیم که 0.8793 است. خب فینیش کردیم. این تصاویری که پیش نمایش است. خب اما در اینجا ظاهر نشد. میریم در قسمت دیتا منیجمنت. اما فنی که ما با 7 باند به وجود آوردیم چه کن؟ نمایش بده. قسمت لاوت. خب ببین چه شد؟ بریم ظاهر شد. این کیفش رو به 5 برسانیم. ببین دوستان چه تفاوت هست؟ تفاوتی که فن یا فنشار بهبود کیفیت تصاویر با تصاویر دی این چی است؟ ببینید تصاویر دی این ما که اینو زوم بکنیم، آرزه ها خوبتر دقیقتر برای چی تفکیک نشده. اما این مرحله که ما بهبود کیفیت پیش بردیم، این آرزه ها را با ما چی میکنه؟ خوبتر تفکیک میکنه. یعنی او تصاویر دینی ما یا دیجیتال نامبر ما که از تصاویر ما و لنگوت 8 دانلود کردیم 30 متر بود و دارای خطاها و دارای گرد و غبار و یا گازات کربن دی اکساید یا چی داشت دارا بود. اما اونا را ما با دستورات رادیانس و الکتریک اتمسفر رفع کردیم تا رسیدیم به بهبود کیفیت که فن شارپینگ است. ببینید فن شارپینگ تمام آرزه ها را به ما چی کرده؟ تفکیک کرده. یعنی خوبتر تفکیک کرده. ببین تفاوت در کجاست؟ یا میتونیم یا به این طریقه میتونیم تفکیک کنیم.
از این مرحله ویو رو بزنیم که تا یک تفکیک شود. ببینید تفاوت در چی است. هر عارضه را ما میتونیم تفکیک کنیم، خوبتر تفکیک کنیم، بفهمیم که سرک است، عارضه خانه است یا کاربر اراضی که دست خورده یا گیاه هست را چی کنیم تفکیک کنیم. این از مرحله بهبود کیفیت. ما میتونیم برای پروژه ها و اکتشافات و زمین شناسی معادن میتونیم از این مرحله استفاده بکنیم. تصاویر میتونیم استفاده کنیم.